اینم یک نسخه مال عربستان رو من نیوردم. این نسخه رو آوردم برای رفقا. از چی آقا؟ الجمهوریة الاسلامیه فی ایران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریه. این آقا کجاست؟ این نسخه. ببینید آخر نسخه چی می‌نویسه آقا؟ میگه از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. این چه ربطی به پیغمبر داره؟ عاصم 128 هجری آقا، یعنی 120 سال 117 سال بعد از پیغمبر، و حفص هم 190 دنیا رحلت، یعنی 180 سال بعد از پیغمبر. اینی که دست ما هست رفقا، این قرآن نیست، اینیست که حفص از عاصم و عاصم از تابعین و تابعین از اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر از پیامبر دارن، یعنی 4-5 واسطه میخورد. حالا من بحث رو نمیخواستم از الان بگم، ولکنه بدونید که هی نگید ایشون قرآن رو میخواد تحریف کنه. شما ثابت کنید این قرائتی که دست ما مال کیه؟ پیامبر یا امام معصوم؟ بله. حالا دقت کنید رفقا، این قرائتی که دست ما هست قرائت کیست؟ به اتفاق همه مسلمون ها از همه روش ها، با همه روش ها، با همه مذاهب، با هر مبنای کلامی، با هر چی، همه میگن این که دست ما هست حفص است. از کی آقا؟ از عاصم. چون عاصم رفقا میتونن مراجعه کنن، این کتابی است از کتابای خوب المصحف و قراءاته. ببین دقت را آقا، دیگه نمیگه القرآن و قراءاته، چون قرآن قرائت داره یا نداره؟ نداره. قرآن یکیه. اونی که دست ما هست چیه دیگه؟ مصحفه که نماینده چیه؟ اون قرآن. حاکیه اون قرآن. ایشون آقا در صفحه، این کتاب 4 جلده و یک مقدمه است، این مقدمه اون کتابه. ایشون میگه آقا ما قرائتی داریم مال عاصم، 7 قرائت دیگه. عاصم ابو بکر عاصم ابن ابی النجود، متوفای 127 یا 128 هجری و معروف است عاصم ابن بهدله. آقا میگه خیلی، و ایشون 2 راوی داشته، یعنی 2 نفر به طور مستقیم از عاصم چی؟ نقل کرده. آقای خویی در کتاب بیانشون تفسیرشون میگه ولعاصم ابن صفحه 131 ولعاصم ابن بهدله الكوفی راویان بغیر واسطه، مستقیم از چی؟ از عاصم نقل کردن. یکی حفص، دومی هم چی؟ ابو بکر. و اونی که الان دست ما هست مال کیه؟ مال حفصه، نه از ابو بکر. حالا چرا بحثاشو بگذارید کنار؟ حالا دقت کنید رفقا، دقت کنید. حالا این قرائتی که دست ما هست قرائت کی شد آقا؟ رسمی خوندیم برای شما. قرائت کی آقا؟ حفص از قاسم. آقا حفص کی آقا؟ خیلی مهمه. حفص کی آقا؟ این آقای خویی. دقت کنید آقا، حرف بنده نیست، حرف کیا؟ حرف آقای خویی که یک آدم ملای محقق از بزرگان معاصرین. مستند العروة الوثقا، کتاب الصلاة، الجزء 3 آقا، در صفحه 474. دقت کنید عبارت را، میخوایدم بنویسید بعدن برید اینو در بیارید. میگه این حفص که این قرائت بهش منتسب شده، على ان بعض هؤلاء التلاميذ، شاگردای کی؟
شاگردای عاصم دیگه، چون این قرائت از کی آمده؟ از عاصمه. شاگردش کیا؟ حفصه یا حفیظه. معروفون بالفسق والكذب. اینا چی بودن ها؟ نه فقط فاسق و دروغگو بودن، چی بودن؟ اصلا مشهور بودن که آدم های چی هستن؟ که حفظ راوی لقراءت عاصم. منم نمیخوام تطبیق کنم، تصریح آقای خویی. این کجا؟ در مستندش. آقا پس ما چی داره میخونیم؟ آقا بحث فقهی من داره نمی کنم، رساله عملیه. رساله عملیه رو جمع کنیم به مرجعتون. من بحث علمی داره میکنم اینجا. دقت کنید. این یک مورد. مورد دوم، این البیان فی تفسیر القرآن کیا؟ امام اکبر زعیم الحوزه العلمیه آقای سید ابوالقاسم خویی استادمون، در صفحه 131 تا میرسه آقا وقرأ زول فلان في فلان وقال ابن ابي حاتم عن عبد الله عن ابيه متروك الحديث. حدیثی اگر حدیث نبوی نقل کرد ایشون چی آقا؟ قبول کنیم یا ترک کنیم آقا؟ میگه ترک کنید آقا. چرا؟ چون دروغگو بوده. وقال عثمان الدارمی لیس بثقة. این بزرگان اهل تسنن. و غیره عن ابن معین. وقال ابن المديني ضعيف الحديث. وقال البخاري تركوه. وقال مسلم متروك. وقال النسائي ليس بثقة. وقال لا يكتب الاخر. لذا اینها آمدن گفتن ها حفظ در حدیث دروغگوه، در قرآن عادله. چون چه کار بکنن اگر بگن آقا ایشون یه آدم دروغگوه، پس این قرائت چی میشه آقا؟ دیگه معتبره یا غیر معتبر؟ مجبورن اومدن تمییز قائل بشن بین نقل حدیث از حفظ و نقل قرآن چی؟ از عاصم. گمون نکنید فقط شیعیان این رو میگن، اهل تسنن هم همین رو میگن. این آقای رفقا، آقای علامه البانی. علامه البانی از بزرگان علم حدیث معاصرینه. معجم اسام الروات، علامه محمد ناصر الدین البانی، جلد اول، در صفحه 529 حفص بن سلیمان بن المغیرة الاسدی که صاحب القارئ صاحب عاصم الى آخره، ایشون هم میگه آقا متروک الحدیث، ضعیفون، دار قطنی آقا غیر فلانین، یضع الحدیث. اصلا نه فقط حدیثشو اخذ نکنین، چون یه آدم جعل میکرده. من نمیدونم یک آدمی دروغ میگفته بر پیامبر و جعل حدیث میگرده بر پیامبر، چطور وقتی میرسه به قرآن آدم چی میشه؟ آدم صادق و عادل و امین میشه.